سعی کنین الله پس در قرآن امر کرده که کسایی که به سن ازدواج میرسن ازدواج حتمی بکنن و رسول الله صلی الله علیه و آله هم امر کرده در چندین احادیث. ولی ما و شما ازدواج، اکثریت جوانای ما ازدواج نمیکنن. یکی خواهی پدرها و سرپرست فامیل زمینی ازدواج به اولاد خود آماده نمیکنن. اینا در یک گپ مهم دیگر براتون میگم که عمر ازدواج چقدر است در اسلام. کشورهایی که امریکایی و غربی دموکراسی است، اونا برای ازدواج برای عمرش 18 سال تعیین کردن که این بسیار یک ظالمانه عمر است. تا که میگه 18 سال جوان سن 18 را پورا نکند، عمر 18 را پورا نکند، ازدواج اونا جرم میدانن و حتی قانون بندیش میکنن، اجازهش نمیده که ازدواج کنن. در افغانستان رواج عام است، میگه تا که 25 ساله و 30 نشه میگه هنوز یک خواشه، بچه را میگه یک خواشه، دختر را میگه یک خواشه دختر است. عمر ازدواج در اسلام چی است؟ این را بفهمین که عمر خاص در اسلام تعیین نشده که سنش مثلا 15 باشد یا 18 یا چطور. در اسلام علامه جوانی را تعیین کرده است. هر کسی که به علامه جوانی رسید، جوان شد، او ازدواج اینمی حکم الله متوجه شد که در مردها احتلام است، محتلم شدن، و در خانمها مریض شدن. یک دختر که مریض شد جوان شده و تقاضای ازدواج دو پیدا شده. بچه که محتلم شد، احتلام شد، پس او تقاضای ازدواج در وجودش موجود است. از نگاه طبی ما براتون یک تحقیقات بگم که ما این تحقیقات هم کردیم و که دکتر صاحبا ششتیم. در کشورهای گرمسیر اکثریت دختراش مثلا سعودی و کشورهای عربی که گرم است و خوب آرام هستند، زندگی بالا دارن، دخترایشان در 9 سالگی بالغ میشن، اکثریتشون، یگام تا شاید 10 و 11 شون و تقاضای ازدواج موجود میشن. بچه‌هایشان در 12 سالگی بالغ میشن. کشورهای سردسیر مثل افغانستان اکثریت دخترها در سن 13-14 حتمی بالغ است و تقاضای ازدواج در او موجود است. اگر پدرش یا مادرش یا فامیلش اعضایش مانع ازدواج شود، کسی خواستگار آمد نماند یا تشویق به ازدواج نکنه، حتمی دست به فحشا به حیایی میزنه. زیرا اینجا تقاضا وجود داره. ازدواج یک غریزه است و این غریزه قسمی است که اگه این به دست نبیاید البته از بین نمیره، اما این قاضارش میتن که زندگی برش مشکل میباشه. بچه ها اکثریتش در 15 سالگی بالغ است و فقها میفرمایند که اگر یک جوان دختر یا بچه احتلام نشد پس عمر بلوغ 15 سالگی است، پس 15 سالگی عمر بلوغ است. اینا سعی کنین که ما در افغانستان یک بچه که صنف 12 مکتب اگر شود 12 سال 10 سالگی بود 17 سال میشه، او در صنف 9 مکتب تقاضای ازدواج در او موجود است و پدرش سرمایه داره، پول داره، میتونه اولاد خود ازدواج کنه، بچه خود، ولی ازدواج نمیکنه، میگه این مکتب خدا بخونه پانتون، این خود مکتب هزار فساد میکنه. این میال اکثریت جوانای ما که دعوت دور هستن به خاطر که فامیلایشان امو غریزه جنسیش اشباع نکردن، یا دخترها در 13-14 سالگی تقاضای ازدواج در وجودش موجود است، پدرش میگه که بچه دخترم مکتب خدا بخونه پانتون خدا نبخونه. توبه استغفرالله. مکتب خواندن و او در مکتب که میره با چقدر در مکتب فساد است. در این وقت یک دختر اگر خودش اعضای فامیلش خوب باشه، خواهر خوانده‌اش خرابش میکنه. اگر به اعضای فامیلتان تلویزیونا را در خدمتش آزاد مانده باشین، او خودش فحشا و بی‌حیایی را در وجود از اونها ایجاد میکنه و همین غریزه جنسیش هم بسیار تحریک میشه. بنابراین اگر رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید من جاءکم، کسی مردی که در خانه شما میاد، من کسای تردون دینه و اخلاقه، که انتخاب میکنین دین و اخلاقش، دین داره و اخلاق داره، زندگی معمولی را پیش برده میتواند، فزوجوه، شما او را دخترتان برش بتین، الا تفعلوه، اگر این کار نکنین تکون فتنه فی الارض و فساد عریض، یک فتنه بزرگ و فساد بزرگ جامعه را فرا میگیرد. امروز شما میبینین که اکثریت فتنه و فسادها، مکتب‌ها، پانتون‌ها آنقدر فساد است که ما در بعض درس میبینیم. اینمی از چی است؟ از بی ازدواجی و فامیل هایش. وقتی که یک دیندار در خانهش میاد، عوضی که بگوید دینداری صحیح است، این برش لیست ظالمانه پیش میکنه که در اسلام حرام و رد شده است. دولت هتل سرش تحمیل شده است و دولت گفته شده که اینقدر تویانه بده یا ولور میگن
و دولیست گفته شدگیست که اینقدر طلا و قدر پیسه و این قدر مسائل قدر لباس قدر کل این چیزا دولیست داخل گنجانیده شده. اینجاست که جوانا اکثریتش به طرف فحشا و بی‌حیایی روانه.